باید به خودت همیشه بگی که تو یه برنده ای. مثل برنده ها راه بری، مثل برنده ها حرف بزنی، مثل برنده ها فکر کنی. اما همیشه زمانی که فکر میکنی همه چی تموم شده، یه راه جدید جلوت باز میشه، راهی که میتونه همه زندگی تو تغییر بده. من آدم باخت نیستم دایی جان، تا نبرم از هیچ بازی بیرون نمیرم، منتظری بازی تو باش. شانس مال کسیه که تا آخرین لحظه تلاش میکنه. دو، پایان همه چیز خوب. اگر پایان یه چیزی بد شد نگرانش نباش، چون پایانش باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش. باید به خودت همیشه بگی که تو یه برنده ای. مثل برنده ها راه بری، مثل برنده ها حرف بزنی، مثل برنده ها فکر کنی. اما همیشه